ساریه العرباض ابن ساریه میبره. اما ابو نجیح العرباض ابن ساریه رضی الله تعالی وارضاه صحابی جلیل مشهور از قدام و از بکائین بدگی، یعنی قدام یعنی حتی یعنی قیل که یعنی چی گفت عمرو ابن عبسه عرباض گفتن که چهارم آدمی که اسلام قبول کردگی ها، لیکن ذهبی اسنادش میگوید که لا یصح، میگوید ضعیف میگوید، لیکن علی کل این قدام یعنی قدیم مکه یعنی چی اسلام آورده بود رضی الله تعالی عنه. عرباض ها نه السلمی، السلمی عرباض ابن ساریه السلمی من بني سليم، من بني سليم مكة، من بني سليم هنا سلمي يعني شوية بني سليم يعني هنا أنصاري نه، أنصاري نه. سلمي العرباض ابن سارية السلمي من بني سليم، من بني سليم ها يعني عرباض ابن سارية صاحب چی بود؟ یعنی صاحب صفه بود. اولی وقتی اومده کشنده یعنی وقتی که تمام مال ملکش ترک کرده می بیاید مدینه، به جا نیست، خانه نیست، جا به اینا میستن. صفه یعنی یک مسجد جایی هست که همجانده چی فقرا مسکین های مهاجرا همجان زندگی میکنن، یعنی همجان چی میکنن یعنی زندگی میکردن همجانده، هم مسجد انده. همین از اهل یکی از اهل چی بود؟ یکی از اهل صفه بود عرباض ابن ساریه. این یکی از کی یعنی ان البکائین، بکائین یعنی همین انده الله سبحانه و تعالی میگوید که حقاش سوره توبه انده ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. یعنی میبیاین که چیکار میکنن یعنی و یا مقصدشون جهاد کردن، جهاد کردن لیکن مال هیچی ندارن، لیکن تو میبیاین تو چی طلب میکنن که یعنی ما به اسب شتورته و تو وقتی که من یعنی هیچی یافته نمیتوانم چیکار میکنن یعنی روحاشون مثلا گشته رفته یعنی چی چشماشون میگریان، گریسته برای چی؟ از خفگی غمگینی که یعنی ما چی یعنی نفقه کرده نمیتونیم، یعنی عمل صالح کرده نمیتونیم، تا افسوس میخورن. یعنی این یکی از اینا که بود یعنی عرباض ابن ساریه رضی الله تعالی و ارضاه بود. نعم. و این حدیث على كل این حدیث یعنی چی صحیح، حدیث صحیح. و این حدیث یعنی از این حدیث یعنی